5 تا از عجیب‌ترین اسپیکرها. شماره 5 گراوا استار مارس پرو. گراوا استار یک برند چینیه که به گجت‌های خاصش معروفه و معمولاً اونها رو فیوچریستیک یا بر اساس کاراکترهای فیلم‌های علمی تخیلی میسازه. مارس پرو اسپیکر گیمینگ گراوا استاره که برای طراحیش از ربات‌های فضایی الهام گرفته شده و با رنگ‌های RGB میتونه ستاپ گیمینگتون رو کلی جذاب کنه. شماره 4 DVLA فانتوم. DVLA فانتوم یکی دیگه از مدل‌های این لیسته که بیشتر از این که اسپیکر باشه به یک سفینه فضایی شبیه. این اسپیکر $3500 علاوه بر ظاهر خاصش قدرت و کیفیت صدای فوق‌العاده‌ای هم داره. شماره 3 بیوپلی A9. بنگ & اولافسن یک کمپانی دانمارکی تولید کننده لوازم صوتیه که به طراحی‌های مینیمال و لوکسش معروفه. A9 یکی از قدرتمندترین اسپیکرهای این کمپانیه که هنرمندهای معروفی مثل دنیل آرشام، دنیس سالیچین و حتی کارگردان معروف دیوید لینچ برای اون کاورهای منحصر به فردی طراحی کردن. شماره 2 هوم اسپیکر کوتاداما. تو نگاه اول اصلا امکان نداره متوجه بشین که این یک اسپیکر. هوم اسپیکر به کمپانی ژاپنی کوتاداما تعلق داره که طراحیش هوش از سر آدم میپرونه و دقیقاً همونجا که فکر میکنین از این باحال‌تر نمیشه، بوم! موقع پخش موسیقی، لیریکس یا همون متن آهنگ براتون نمایش داده میشه. و بالاخره شماره 1 جعبه موسیقی کوتاداما. این جعبه جادویی هم متعلق به کمپانی کوتاداماست. یک مکعب خالی شفاف که در نگاه اول میتونه یک وسیله دکوراتیو توی خونتون باشه، اما به محض پخش موسیقی با نمایش متن آهنگ تبدیل به یک سرگرمی هیجان انگیز میشه. به نظر شما ظاهر کدوم یکی از این اسپیکرها عجیب تر بود؟ برامون توی کامنت ها بنویسین.